شیخ محمد تقی فلسفی رحمت الله علیه گفت رفتیم کربلا حسینیه تهرانی‌ها رو بسازیم، پول نداشت، برآورد کردیم چقدر میشه؟ گفتن 50,000 تومان پولش میشه. چیکار بکنیم؟ گفتن حاج محمد حسین بزاز تهرانی آمده سنگ فرشای صحن مطهر رو داره عوض میکنه. رفتیم سر وقتش گفتیم شما هم تهرانی، ما اومدیم حسینیه تهرانی‌ها رو بسازیم. یه نخودی بنداز تو آش. گفت حاجی حواله رو گذاشت پیش ما، گفت بنویسید. ما یک نگاهی جمع هم کردیم چند بنویسیم. ما 50 تومن گفته بودیم کل هزینه‌مون، گفت ما نوشتیم 200,000 تومن. گفت تا حواله رو گذاشتیم، گفت حاجی قبلی که نگاه بندازه، گفت دستش رو روی رقم گذاشت، قلم گرفت امضا کنه. این میرزا این حسابرسش گفت آقا نمیخونید امضا میکنید. یه نگاهی کرد به میرزاش، گفت برای امام حسین نخونده باید امضا بزنه. گفت ما گفتیم حاج آقا 200,000 تومنه. گفت حواله رو برگردون. گفت کمه بازم بنویسید، من با امام حسین حسابم فرق میکنه. گفتیم نه کافی. گفت حواله رو امضا کرد، پولا رو گرفتیم، حسینیه رو ساختیم. حاجی از دنیا رفت. کجا دفن شد؟ دربون سمت چپ حبیب ابن مظاهر، دربون سمت راست حاج محمد حسین بزاز تهرانی. مرحوم آقای فلسفی فرمودن خوابش دیدیم. بعد از فوتش گفتیم چی شد حاجی؟ گفت وقتی به نکیره این میگی آقام علیه دیگه کارت ندارم، میارنت پیش امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین پروندهت باید نگاه کنین. تا ما پرونده مونو دادیم امیرالمؤمنین، گفت یک بار دیدم امام حسین آمد، گفت بابا این پرونده رو میدید من نگاش کنم؟ گفت حضرت پرونده رو دادن حسینشون، صفحه آخر و امام حسین یک امضا انداخت، گفت بگی برو. گفتم نخواندید امضا زدید؟ فرمود عوض کل حواله هایی که نخونده امضا بزن. حسین